یا پیغمبر خدا گفتن یک بیوزن یا یتیم را کسی حمایه میکنه دستگیری میکنه که مجاهد فی سبیل الله، او با مال و جانش یک آدم خدمت میکنه، همچنانه که اون مجاهد در راه خدا خدمتی مردم خیر انسانی که خدمت یک بیوزن یک یتیم کنه. خدا هم به همراه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برادرای ما رو محشور بگردونه و به مقصدهای عالیشون برسونه و خدا هم ملک سلیمان نصیبشون بگردونه و دستی کم سری خمنه. یعنی ترحم است، میوه مهربانی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الراحمون یرحمهم الرحمن، کسانی که رحم مردم را میخورند رحمان رحمشون میخوره. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که رحم کسانی که در زمین شما بخورین آن ذاتی که در آسمانه رحم شما را میخوره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین ذات مبارک بدن. اگر ما میبینیم و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین بدن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر ما میبینیم اولین پیام گفتم به مدینه رفتن، همین پیامشون. عبدالله ابن سلام یک از عالمان یهودی همین حدیث را روایات میکنه که پیغمبر خدا گفتن افشوا السلام اطعموا الطعام، گفت ای مردم در مابینتون سلام را بسیار کنید. افشوا السلام بینکم تحابوا، گفتن که چی؟ اطعموا الطعام، قدرت داشته باشین مردم طعام بتین. از عبدالله ابن عمرو ابن عاص روایات میشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن من خیر المسلمین، گفت تطعم الطعام، مردم طعام میده، و تقرأ السلام، مردم سلام میرسونه. من عرفت ولم تری، کسی را میشناسه نمیشناسه او را سلامش میده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر مهربان بودن، چقدر مهربان و چقدر یعنی مهربان و با رحم بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اگر ما میبینیم در همین یک عیدگاه در میگه برومد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک یتیم را دید، یک کودک را دید که گریه میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم همون کودک گرفت در آغوش گرفت، همون کودک در آغوش گرفت، کودک گریان بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نه یفکی که یا سبیه، کودک تو را چی گریانت کرده؟ گفت یا رسول الله، گفت روز یا الیوم یوم السرود، روز خرسندی یا رسول الله، گفت روز خرسندی. پیغمبر خدا گفت روز خرسندی کودک برای چی گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله پدرم گفت در غزوه شهید شدگی، مادرم امروز شاور کردگی، امروز این کودکای میبینی خرسندی میکنن در لباس های زیبا دارن، شکم سیر دارن، پدر مادر دارن. گوی یا رسول الله من کسی ندارم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این یتیم به خانه آورد، گو که سر لباساش گو بشوین. پیغمبر خدا گو سرش بشوین. این کودک سرش شوستن، لباسهای نوش پشاندن. گو ای کودک آیا تو راضی میشه که من پدری تو باشم، عایشه مادری تو؟ گو بله یا رسول الله من راضی میشم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت از همین روز من پدریت هستم، عایشه مادریت است. به این کودک میگه در همون صحرا که در عیدگاه میگشت خرسندی میکرد. او کودک ها دیدنش گفتن همون کودکی نبودی گریان بدی؟ گفت بله اون زمان من گریه میکردم که اون روز من پدر نداشتم، مادر نداشتم. امروز پدری من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، مادری من یعنی عایشه کبرا است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر با یتیمان مهربان بودن. حتی گفتن و ان کافل یتیم ها کذا، گفتن کسی یک یتیم را کفالت میکنه یا یک یتیم را خرسند میسازه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن در جنت قطعی من همین است. وقتی که گریه میکرده یتیم اذا بکل یتیم اهتز عرش رحمان میلرزیده. خدا به عزت و جلالش قسم میاد میکرده ای یتیم کیای که ترا خرسند بسازه که من در روز قیامت خرسندش بسازم. یک یتیم را خرسند کردن، یک یتیم را صله کردن چی مهربانی داره، چی ماه مهربان و چقدر ماه رحمت از برای ما و شما. این ماه ایمان ای، ماه مهربانی ای، ماه شفقت ای، ماه خیر و احسان ای.
که در این ماه اگر 1 سامان انسان صرف کنه برابر 70 سامانی که در دیگر ماه صرف میکنه. اگر 1 آدم طعام بده برابری که 70 انسان در دیگر ماه طعام دادگیه. برای این پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر مهربان بدن با یتیمان، بیوه‌زنان، کمبغلان، بیچارگان. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربان بدن. برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که اطعموا الطعام، مردم قدرت دارن طعام بتین. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن یعنی اطعموا الطعام و گفتن وسیل ارحام، بخش تباراتون، یعنی در این ماه مبارک رمضان و در غیر ماه مبارک رمضان یعنی مهربانی کنه، با خش تباراتون هم دستی کنه و یعنی پیوست شین. خش تباراتون چی؟ از حالشون و از حیاتشون آگاه باشین. با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن چی؟ وصلوا باللیل، و در شب نماز بخونین و ناس و نیام و تدخل الجنت بسلام. گفت در شب نماز بخونین و حالا که مردم خوابن، هر کسی همین خصلت ها را داشته باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که چی؟ یعنی گفتن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داخل میشه جنت بی یگانگی. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر ما در تاریخ ببینیم چقدر مهربان بدن، چقدر ذاتی مهربان بدن. حتی گفتم به خانه 1 جوان یهودی رفت، یهودی را خبرگیری رفت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالای سر جوان یهودی را پدرش بود. پیغمبر اکرم سینی همون جوان یهودی گفت قول لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگو. این کودک میگه ای جوان به سوی پدرش در بالای سرش بود و میگه گفت پدرش که به این ابوالقاسم آسین نشه، این مردی مهربانه، هرچند ما به این دشمنی میکنیم با ما دوستی میکنه. پیسر جان بگو. پیسرش در حالی بدنش لا اله الا الله محمد رسول الله گو مسلمان شد. جوان یهودی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم گو الحمدلله که به سبب ما 1 انسان از آتش جهنم نجات داد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر مهربان بدن، چقدر مهربان بدن. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که الراحمون یرحمهم الرحمن. گفتن هر کسی که رحم مردم میخوره رحمان رحمش میخوره. یا گفتن این تنصر الله ینصرکم، هر کسی دین الله را، وارثان پیغمبرها را دستگیری میکنه و الله که قطعی پیغمبرها در روز قیامت یک جایه هستند. والله که این روز ها میگذره دیگه این کارهای ما و شما چی؟ احسان میماند. میگه تو میری و احسانت نمیرد، به تنگی های محشر دست گیرد. در روز قیامت هم انسان میگه آفتاب 1 لیگ میمانه، همه سایه میکن، اما انسان ها در زیر همون صدقه هایی که کردن در دنیا، در زیر همون صدقه هاشون یعنی سایبانی سرشون میشوه. سایبان سرش چی میشوه؟ همون صدقه های کردگیشون سایبانی سرش میشوه. برای پیغمبر حضرت موسی علیه السلام خدا گوی موسی یکم کاری خاص برای من کردی؟ گو خدایا من برای تو نماز خواندم. گو خدا که این وظیفه بندگی تا باید نماز بخوانی. گو خدایا من برای تو روزه گرفتم. گو روزه را برای خودت گرفتی، روزه را برای خودت گرفتی. گو برای چی؟ برای خودم یا رسول، یا ربی برای چی من برای خودم؟ گو بله برای خودت گرفتی که ما بین آتش جهنم همین روزه سپر می شود که نمی سوزاند را. به حضرت موسی علیه السلام گو خدایا صدقات کردم برای تو، صدقات کردم. گو صدقاتم برای خودت کردی که در روز قیامت سایبانی سرت می شود. حضرت موسی هرچند بالا و پایان زد گو خدا او عملی که خاص برای تای همو را برای من نشان بده. پیغمبر حضرت موسی علیه السلام خدا گوی ای موسی کسی را در دنیا خاص برای من دوست داشتی و کسی را خاص برای من دشمن داشتی. من احب لله و ابغض لله را آیا لازم گرفتی؟ حضرت موسی درک کرد که آنچه خاص برای خدا چیه؟ آنه که یک کس دوست می‌داری به خاطر خدا دوست می‌داری. علما را دوست داشتن، اهل علم دوست داشتن، ای از ایمانه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن من احب لله و ابغض لله و منع لله و اعطى لله فقد استکمل الایمان. گفتن پیغمبر خدا گفتن هر کسی را دوست می‌داری به خاطر خدا دوست بدار، کسی را بد می‌بینی به خاطر خدا بدش ببین، معنیش همی که کردی از کار بد به خاطر ایمان بانش کن.
اگر یگام چی هم که عطاش کردی او هم گفت پیغمبر اکرم و عطا لله به خاطر خدا که عطاش میکنی فقط استکمل الایمان گفت ایمانی هم خیلی انسان ها کامل شدگیه ایمانشون کامل شدگیه. برای می برادرای عزیز این برادری که خیر احسان میکنه به وزن ها و یتیما را یعنی دستگیری میکنه و به بیچاره ها مظلوم ها را که ما بین مظلوم ها ما بین الله یگام حجاب نیست که آنها دعا کنن دعای آنها را فوق غما میگه بالای ابر میبرداشته خدا میگه قال به عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین میگه ای مظلوم من دعای تو را اجابت کردم و من دعای تو را زود است که من تو را پیروزت میگردانم. وقتی مظلوم دستاشون میبردانه این مظلوم ها را دستگیری میکنن رحم این مظلوم ها را این بیچاره ها چرا میخرن الله عزوجل رحم برادر ها را بخره خدا رحمشون بخره و مهربانیشون کنه و همون سایه عرش در زیر قیامت که گفتم در زای همون صدقه هایی که میکنن این برادرها همون سایه عرش در بالای سرشون مانند همون یعنی ابر قرار بده. خداوند از الله عزوجل میپرسیم که و این تنصر الله ینصرکم براشون نصیب بگن. هر کسی که خدا میگه دین مرا نصرت میرسانه من او را نصرت می ولا ینصرن الله من ینصر. خدا قسم میخورد که کسانی که دین مرا نصرت میرسانن به اهل علم و طالبان و یعنی خدمتگارای دین خدمت میکنن خدا گفته است من آنها را پیروز میگردانم. خدا هم پیروزشون بگردانه به مقصدهای عالیشون برسانشون. اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه و الحقنا بالصالحین. پروردگار براشون نصیب بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.